آیا تا به حال به این فکر کردین که ستارگان و سیارات چگونه میتونن بر زندگی ما تاثیر بذارن؟ بارها افراد مختلفی از من پرسیدن که چارت تولد چیه؟ بچه‌ها، چارت تولد مثل نقشه ای از آسمان در لحظه تولد شماست و میتونه به شما در فهم بهتر خودتون و جهان اطرافتون کمک کنه. فکر کنید که چارت تولد شما صحنه یه تئاتره که در اون هر یک از سیارات منظومه شمسی مثل ماه، خورشید، عطارد یا مرکوری، زهره یا ونوس، مریخ یا مارس، مشتری یا جوپیتر و زحل یا ساترن به اضافه 2 گره یا همون نود شمالی و جنوبی ماه به نامهای راهو و کیتو در اون نقش بازیگران رو دارن و هر کدام در موقعیت‌ها و خانه‌های 12گانه چارت قرار گرفتن. پس این شد چارت تولد بچه‌ها. موقعیت‌ها مانند صحنه‌های مختلف یک نمایش بخش‌های مختلف زندگی شما رو نمایان می‌کنه. بچه‌ها، برخی سیارات ممکنه در بخش شغل باشن، در حالی که برخی دیگر در بخش رابطه‌ها یا حتی سلامتی و بیماری شما قرار بگیرن. استفاده از چارت تولد ودیک مانند خواندن یک داستان جذابه که در آن هر فرد یک داستان منحصر به فرد خودشو داره. حالا ما با تحلیل چارت تولد قرار چه چیزی رو متوجه بشیم؟ بچه‌ها، ما با تحلیل چارت تولد استعدادهای نهان خودمون رو میتونیم کشف کنیم و نقاط ضعف و قدرت خودمون رو بشناسیم و درک و فهم بهتری برای مسیر شغلی و عاطفی و معنوی روحانی خودمون پیدا کنیم. از چالش‌ها و فرصت‌های پیش رومون مطلع بشیم و حتی در روابط و تعاملات اجتماعی با دیگران زیرکانه‌تر عمل کنیم و بتونیم روابطمون رو بهبود ببخشیم. دوستای خوبم، از اونجایی که قصد دارم آموزش‌های این کانال به صورت تخصصی و قدم و کامل باشه، بیاین تا با هم راجع به بخش‌های مختلف چارت بیشتر آشنا شیم. ولی قبل از اون کانال منو سابسکرایب کنین و منو همراهی کنین تا با دلگرمی از شما بتونم پست‌های بیشتری منتشر کنم. می‌دونین بچه‌ها، چارت تولد از خانه‌ها یا به هوا، سیارات یا گره‌ها و راشی‌ها یا ساین‌ها یا همون برج 12گانه تشکیل شده. خانه‌های چارت به 12 بخش تقسیم میشه که هر کدام نماینده جنبه‌ای از زندگی شما مثل کار، روابط، ازدواج، سلامتی و بیماری هستش. و در آخر گره‌ها یا سیارات رو داریم که در آسترولوژی ودیک نماینده انرژی‌های خاصی هسته. مثلا ماه نماینده احساسات شخصیت درونی، خورشید نماینده قدرت و انرژی ما، مارس نماینده شجاعت و اراده ما، مرکوری نماینده هوش و ارتباطات ما، جوپیتر به چشم اندازهای فلسفی و اخلاقی و معنوی ما و ونوس سیاره عشق و زیبایی و هماهنگی بر نحوه برقراری ارتباطهای عاطفی و لذتهای مادی و در آخر ساترن نماینده مسئولیت و محدودیت و واقع بینی ما و چالش‌ها و درس‌هایی که باید در این زندگی یاد بگیریم هستش. دوستای خوبم، حالا که با خانه‌ها یا به هوا و سیارات یا گره‌ها آشنا شدیم، بریم سراغ راشی‌ها یا همون برج 12گانه. هر خانه با یکی از 12 نشانه زودیاک یا همون برج سال که 12 ماه هست با نام‌های فروردین یا آیریس، اردیبهشت یا همون تارس، خرداد یا جیمینای، تیر یا کنسر، مرداد یا لئو، شهریور یا ویرگو، مهر یا لیبرا، آبان یا اسکورپیو، آذر یا ساجیتریوس، دی یا کاپریکورن، بهمن یا آکواریوس و در آخر اسفند یا پایسس. در ارتباط و محل قرارگیری این بروج در خانه ها مسیر و داستان زندگی هر شخص را از دیگری متمایز و جدا میکنه که در ویدیوهای آینده با هر کدام از اینا بیشتر آشنا میشیم. دوستای خوبم، امیدوارم که با این ویدیو با چارت تولد و هر کدوم از اجزای آن به خوبی آشنا شده باشین. در پناه نور.